ما بیان هم کردم که جوانی بود که قبرها را می شکافت، می کافت و آن چیزی که در داخل قبر دیده بود یکایک نزد عبدالملک ابن مروان حکایت کرد و آن عذابهای را که نسبت 5 گروه این جوان دیده بود به عبدالملک ابن مروان حکایت کرد که من جمعه گذشته برای شما این مفصلتر بیان کردم که این یکی از آنها کسی بود که نماز را بسیار سهل می شمارید، در نماز بی پروا بود، کدام وقتی میخواست میخواند، کدام وقتی نمیخواست نمیخواند، مانده میشد نمیخواند، اگر غیر ماندگی در او وجود داشته باشد پس نمازش میخواند و دیگر. خدا رحمت کند بابای ملا شریف که در همین محله یک زمان حیات به سر می برد و گوییم که استاد قریب تمام همین مردم کلاب به شمار می رود. از آن جمله بنده هم زیر دست بابای ملا شریف یک چند سال تعلیم گرفتیم. در ایجادیاتش 2 مصرع شعری که اصلا فراموش نمی کنم وجود داشت که می گفت سری که سجده ندارد کدوی بیبار است، سری که سجده ندارد کدوی بیبار است، زبان که حمد نگوید سوراخ دیوار است. این از ایجادیات خود همین بابای مولا شریف بود، خدا رحمت و مغفرتش کند. و دیگر شخصی که مورد عذاب قرار داد انسانی بود که کلا نماز نمیخواند. دیگر شخصی را که این جوان حکایت کرده بود که مورد عذاب قرار داد این آدمی بود که سخنچین بود در دنیا، سخنهای یک جای به جای دیگر می برد، بین 2 آدم فساد جنگ و جنجال برقرار می کرد. و دیگر شخصی که مورد عذاب قرار داشت این شخصی بود که در دنیا از عرق نوشی دست نکشیده بود، همیشه با عرق علاقه خیلی زیج داشت. و دیگر 5م گروهی که این جوان حکایت کرد این جوانی بود گفت در قبر دیدم، یعنی 4 گروه را عذابش حکایت کرد. بعدن آمد به قبر یک جوان رسیدم که وقتی قبر وی کشادم پهنی قبر را هیچ حد و کنار نداشت و بالا یک تخت جوانی دیدم که خیلی لباسهای زیبا و نورانی قطعی بالای تخت خوابیده بود. این حالت دیدگی خیلی بلای من باور کنین گفت یک خوشنودی در من پیدا شد. وقتی که خواستم از قبر اینم که بیرون شوم از من پرسیدند آیا نمی پرسی که این کیست که خداوند اینقدر معامله خوب به این بنده خود کرده است. وقتی پرسان کردیم این کی باشد ندا آمد این جوانی بود در دنیا که به جوانی خود نگاه نکرده همیشه در اطاعت پروردگارش قائم بود. یعنی این جوانی بود که در دنیا با جوانی خود هیچ وقت تکیه نمی کرد، با همین بازو با همین گویم که قوتی که خدا بر او داده بود که به همه گناه قادر بود همه اینا پسی سر کرده بود ولی در عبادت پروردگارش قائم بود. از این خاطر مقصد ما هم سر همین مسئله بود که هر جوانی که اگر عبادت خدا میکند، هر جوانی که اگر عاشق مسجد است، هر جوانی که عاشق نماز است، هر جوانی که عاشق قرآن است باید دوست داشتنش به ذمه هر کدام ما و شما فرض عین است. باید دوست داریم. دشمنی نسبت وی کردن و یا بد دیدن به خدا قسم این یک بی انصافی و یک گناه و بیرحمی ما و شما را نشان میدهد. هزارها شکر گوییم که جوان در مسجد آمده نماز میخواند. اگر چنده که من در پهلوی این برای شما گفته بودم که البته اون کلان سالی که شما را برای درس خواندن دعوت کرده بود منم جانبداری وی هستم، درس هاتونم خوانید، مکتبه هاتونم اعلا خوانید، لیکن در برابر این از عبادت پروردگارم هیچ وقت قفامانی نداشته باشید. حبیب خدا 7 یظلهم الله فی یوم لا ظل الا ظلوا
ببین روز قیامت 7 طایفه هست که در زیر عرش پروردگار، در زیر سایگی عرش خداوند قرار میگیرند. قیامتی که حضرت مولوی جنون هم خدا رحمتش کند میگوید قیامت به نهایت روزی سخت است، زبیم او فلک ها لخت لخت است، قدی نیزه فراید قرص خورشید، بجوشد مغز سرها لرزه چون بید. همون قرص خورشیدی که پایان می شود، حرارت او خیلی گویم که یک حرارت بلند دارد، بنده های خدا در زیر حرارت ای ناآرام می شوند، ناراحت می شوند. 7 طایفه در زیر عرش پروردگار از حرارت این آفتاب نجات می یابند. کیا هست؟ یکی از اونها را حبیب خدا گفتند شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که در سین سال جوانیش خدا را عبادت میکند. اگر این گونه جوان از دنیا هم که گذرد، روز قیامت در زیر عرش پروردگار وای قرار دارد. برای همین خوش به حال همون جوانی که خداوند وای در این سال جوانی هدایت کرده است، خوش به حالش. این یگان گویم جای افتخار است و جای غمگین شدن نیست. السلام علیکم داملای عزیز و حقیقتگو حاجی میرزا، یک سوال دارم. آیا پاره دادن یگان راه دارد که گناهگار نشوی؟ مفصل بیان کنید. پاره یگان راهی ندارد که در او گناه نباشد. به هر راهی که اگر به پاره دادن وابستگی داشته باشد حتمی گناه است. از این خاطر میتونم من برای شما آیت قرآنی که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خداوند به تمام آدمی که ایمان دارد، باوری به خدا دارد، باوری با پیغمبر دارد، باوری به قرآن و به روز قیامت دارد، خداوند ندا زده ایستاده است، فریاد دارد ای کسانی که ایمانی به خدا دارید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، شما این مالهایی که در دست یکدیگر دارین اینها را در راه نادرست استفاده نبرین. مفسرای قرآن یک راه نادرست این آیت قرآن دلالت میکند به پاره دادن. اگر کدام ما و شما چی پاره خور باشیم، چی پاره دهنده باشیم، در گناه برابر هستیم ما و شما. حبیب خدا لعنت الله الراشی و المرتشی فی الحکم میگوید لعنت خدا باد به پاره دهنده و به پاره خور در کدام حکمی که اگر اونها صادر کنند. یعنی کدام حکمی را اگر اونها به واسطه پاره خواهند که تغییر دهند، لعنت خدا باد به اونها، گفت پیغمبر خدا. از این خاطر برادرای عزیز، این پاره خودش یک گویم نمی جامعه ما و شما را در بیماری فلج گرفتار میکند، جامعه را فساد میکند. دیگر این که پاره خود حرام است، حرام چگونه که یک گویم گوشت خوک حرام است، گوشت خرس حرام است، گوشت پلنگ حرام است، این چنین در برابر این پاره خوردن هم حرام است. و دیگر پهلوش این است که این ظلم است، ظلم. خداوند ظلم حرام گفته است. ببین چه پهلوهای بد دارد. و آدمی را که شما پاره دادین، ببین در شما متهم می شود و این متهمی دست شما می شود دیگر. از این خاطر پاره در هیچ حالت برادرای عزیز و گرامی حلال نیست. اگر چنده که پاره خوری هم رواج داشته باشد در بعض شخصیت ها، این که از گویم دنیا بینا که وجود داشت و در همه جامعه این پارتی و پارخوری وجود دارد. لیکن وقتی که از من که راهی ثواب شا پرسید یا راهی گناه شا پرسید، آن چیزی که حکم خدا و پیغمبر است من برای شما میرسانم. دیگر اون جانب شا خودتان قضاوت کنید، اون جانب شا دیگر راه شا خودتان یابید. این قدر میگویم که پاره حرام است. پاره دهنده و پاره خور هر دوش پیغمبر خدا الراشی و المرتشی فی النار گفته است. پاره دهنده و پاره خور هر دو در آتش دوزخ هستند. برادرای عزیز گرامی، اگر ما به خدا قسم وطن دوستدار باشیم، اگر خواهیم که یک حس ملی داشته باشیم،
اگر خواهیم که جامعه‌مان اگر آباد کنیم، در بین ما و شما اگر این بیماری پاره‌خوری و پاره‌دهی اگر رواج داشته باشد، باور کنید ما دشمن همین وطن خودمان هستیم. هیچ وقت این وطن ما و شما آباد نمی شود وقتی در ما و شما اگر پاره‌دهی و پاره‌خوری رواج داشته باشد. یک قصه یادم آمد، میگه یک زمانی بود یک قاضی بسیار پاره‌خور بود، بسیار پاره‌خور بود. پس یک آدمی بای میگوید اسبی داشت و یک آدمی کمبغل یک گاو داشت. بار خداوند یک مهربانی کرد و این آدمی کمبغل میگه همون گاوش گوساله کرد. همسایش که همین آدمی ظالم بود، آدمی پاره دهنده بود، قاضی را برای خود بسیار رام کردگی بود، دائم پاره که میداد، بسیار رشکش آمد که همسایه من گاوش گوساله کرده است. در راه کاف که باید که این گوساله این من به واسطه قاضی از خودم کنم. رفت پیش قاضی گفت، قاضی گفت همسایگی ما در یک کمبغلی بی صاحب وجود دارد و یگان آدم هم ندارد، پروا نکن نترس، پول هم ندارد، خودش را نجات داده هم نمیتواند، خلاص یک آدمی بی صاحب است و یک گاوش گوساله کرده است. راه یافتن در کار که گوساله او را برای من تو نصیب گردانی. گفت چی کار کنیم؟ گفت من دعوا میکنم که اسب من گوساله کرده است. گفت بعدا من چی کار کنم؟ گفت بعدا تو میگویی که مثال چشمهاش به چشم اسب مانند است و گوساله هم 4 پا دارد، اسب هم 4 پا دارد، به همین حکم کن برای من تسلیمش کن. گفت تمام دیگر پول تا بگیر. خیلی برای آدمی بیرحم فرقش چی؟ گفت میلش بسیار خوب. بعدم فریاد زد فقیره، گفت این گوساله ای که در خانه تو هست این مال انمان آدمی همسایه تو هست. اخوای گفت گاو ندارد و اسب دارد. گفت انما اسب همون انمی گوساله را زایدگی است. هرچی دعوا کرد دعوا هیچ معنی نداشت. بیچاره در حال از شهر برآمد، در ولایت نویساند. سود ولایتی هم که خیلی گویم همون قاضی ولایتی هم آدمی پاره‌خور بود، به فایده این مرد پولدار کار حل کرد. گفت در اصل این گوساله گفت همین بچه اسب است. گفت بعدم فقیر باز قرار نگیره بیچاره و باز بالاتر گویم که همون جمهوریویش نویساند و در بالا آدمی خیلی آدمی دیندار بوده است، آدمی خدا ترس بوده است. وقتی که این نامه را خواند فریاد زد این آدمی بای این آدمی کمبغل. بعدن گفت چی مناظره دارین، چی جنجال دارین؟ گفت مرحمت خان در همش معلوم است. وقتی که خان آدم دیندار که بود به جانب این آدم بای ظالم گفت امروز من حکم کردن میتوانم. گفت چرا؟ گفت زیرا که من الحال حیض دیدم. این مرد گفت من حیض دیدم، قضاوت پگاه میکنیم برای آدم حائض گفت حکم برآوردن جایز نیست. این آدم دولتدار تعجب کرد، گفت نخواه که مرد حیض بیند، آخه این حیض که زن میبیند. این آدم دیندار این یک حیله بود، یک جمله بود برای متهم کردن این آدم بای بود. گفت تعجب میکنی که مرد حیض میبیند، لیکن گفت این نه آنقدر عجیبتر است از او که یک اسب گوساله زاییده باشد. اون در تعجب نداره که اسب گوساله زایید، لیکن در این تعجب داره که مرد حیض دیده باشد. به همین میگد آدم همون دولتدار متهم شد و کار به واسطه همون که فقیر گویم حل شد. لیکن به هر حالم که باشد پاره حرام است برادرای عزیز. پاره خور و پاره دهنده را هر دوش پیغمبر خدا حکمش گفتند. داملای محترم، دیروز برادرم حاجی جورخان از فدراسیون روسیه طریق تلفن زنگ زده خواهش کردند که در حق او دعای نیک نمایید، چون که او بیمار است. خداوند این برادر ما جورخان شفای کامل و شفای عاجل نصیب کند و صحت و سلامت خداوند به خاندانش برساند. سلام داملای عزیز، خواهری دارم در راه اسلام مستحکم ولی بیماری عذابش میدهد.
از درگاه خداوند دعا نماییم تا شفا یابد. با مدد الهی دعا با ثبت شما به او کمک میرساند. با احترام مخلص شما از لنگر. خداوند این خواهرم شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین. سوال چونین است: السلام علیکم داملای پیشوای دین حاجی مرزا، از شما خواهش دارم با سوال من جواب دهید. در مساجد دهه توگرک بعضی ملاها دعوا دارند که مزاری که در آن قبر هست درست نیست خانه کردن. ما معیوبان را برگر نبردن که خانه کردن نمی توانید. ما را در پیش مزار زیاده از 12 ساتیخ خانه هست. ما در همان جا نیت خانه کنی داریم. مزار از سال 1953 تا این جانب مرده نخواندند. التماس جواب دهید. ثبت آواز شما را در مساجد ها گوش میکنند. درست است برادر عزیز. الکی مزاری که قبرستانی که 30 سال گذشته باشد ما با طریق اولا میتوانیم که وی رشد کنیم، بالاشت عمارت کنیم. یگان باکی ندارد. 30 تا 35 سال گفتگی است. بالای وی دیگر جایز است که هر عمارتی که میسازین بالاشت درست میشود. السلام علیکم بابای حاجی مرزا، التماس در باره وقت نماز خفتن روشنی اندازید، چون که در مساجد ما نماز خفتن را در 45-50 دقیقه پس از نماز شام میخوانند. یک مخلص شما از فرخار. اکنون این در همه مسجد ها هست. این در یک فرخار نه بلکه در تمام اکثریت مساجد ها 45-40 دقیقه میایستند نماز خفتن میخوانند. حال آنکه از اداره مفتیات 1.5 ساعت گفتگی است. اجرا کردن این فرمان برای همه ما و شما واجب است. اجرا نمیکنم گناهگار میشیم ما و شما. از آن جمله این مسجد ما هم 1.5 ساعت بعد شام نماز خفتن میخوانند. یگان جای جنگ و جنجالش نیست. شام میخوانند، میروند خوراکاشون میخورند، طهارت تازه میکنند، آمده خفتن میخوانند، باز میروند. شرط نیست که شما بعد شام در همین مسجد نشینید. مالش اگر موعظه باشد شینید، لیکن موعظه نباشد روین خانه هاتون خوراک خورین، طهارت تازه کنین، آمده خفتانتان خانین، بعد روین به خانه هاتون. لیکن از 1 ساعت او طرف شود. از 1 ساعت کم که شد این دیگر الک شما نخوانید بهتر است. بعضی همون شخصانی که گویم که میخواهند که بعد 1 ساعت خوانن، از پس اونا نماز نخوانید. 1.5 ساعت اداره مفتیات حاضر حکم برآورده است. خود چند وقتی درستیش همون است. خیلی بسیاری عذر میارن که بسیاری موسفیدای هستن که طاقت ندارن، روان خانه شون طهارت کنن، خوراک خورن، باز با قوتی نو بیاین مسجد. داملای محترم، ما یک گروه دختران طی چند ماه هست که در این مسجد نماز میگذاریم و از شما محترم حاجی مرزا پرسان هستیم که با اجازت شما اگر رازگی خود را به ما دهید، اقلا در 1 هفته 1 بار آمده مسجد را تازه نماییم. دوم، همزمان داملای محترم میخواهیم فهمیم که آیا طالب علمی که قاعده بغداد تا سوره فاتحه آموخته است میتواند آموزش خود را از قرآن مجید دوام دهد؟ میتواند با واسطه همون استادهایی که باشد. تا سوره فاتحه که خوانده باشی الکی تو قرآن خوانده میتوانی با همراه همون پیری که داری از کجای قرآن نباشد خواندن بگیر، حفظ کرده رفتن بگیر، یگان جای گناهش نیست. لیکن برای مسجد آمدن در هر هفته 1 بار میلش باکی ندارد. 1 ساعت جدا کنین برای ثواب، بیاین مرحمت تازه کنین. هر موضعی را که میخواهین تازگی خوب است، ما در تازگی هیچ یگان مانگی برای شما پیدا نمیکنیم. بابای حاجی لطفاً بگوید که در دهه ما شخصانی هستند که در منزلگاه چاروا میچرانند، آیا درست است؟ میپرسم پاسخ دهید. سوال از دهه پیست مزار. این سوال در همینجا چند سوال از این مسئله آمدگی هست که در قبرستان ها گاوها را سر میدهند، قبرها زیر پای گاوها میمانند، علف او را میدروند. آیا این جایز است یا جایز نیست؟ من حدیثی را برای شما میخوانم، شاید برای کسانی که در این کار اگر دست درازی داشتند این حدیث پیغمبری خدا برای اونها یک عبرت شود، یک درس شود.
که رسول اکرم نسبت قبرستان چی میگوید؟ لأن یجلس احدکم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبره. روایت مسلم است. حبیب خدا گفتن اگر شما در بالای یک لخچه از علو نشینین و این لخچه علو لباسهای شما را سوزاند، حتی که گرمی او، جوشی او، حرارت او به پوست شما رسیده، پوست شما را سوزاند، این برای شما بهتر است از اوست که بالای یک قبر شما می نشینید. در بالای قبر نشستن حبیب خدا منع کردند برای انسان ها. نشستن بالای قبر، حالان که از نشستن ما و شما هیچ جای قبر خراب نمی شود، لیکن وقتی که گاو و مالی از ما و شما بالای قبرها سیر میکنند، یقین دانید که قبرها هم خراب می شود. علفی که از بالای قبر می دروی حالت تریش باشد و یا شیرش درست نیست خوردن برای تو، و یا مکروه میگویند در مسئله های فقهی. درویدن علف بالای قبرستان هیچ وقت یگان فتوا درست نمیگوید. یک انصاف کنید. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. این روایت مسلم است. حبیب خدا من کردن نشستن بر بالای قبرها را و گچکاری کردن قبرها را و در بالای قبر چیزی نوشتن را. این امروز هم هر چی که میگویم این صحبت های چند ساله پیش ما بود که بالای قبرهاتان گچکاری نکنید، بالای قبرهاتان قبه ها نسازید، بالای قبرهاتان دا گویم که یگان عمارت تیار نکنید، بالای قبرها دا میگذاریم قبرستان ها دا سنگ ها کردن صورت همون رحمتی را در زیر شعر، در زیر یگان حدیث پیغمبر، اینا جایز نیستن، نادرستن. و شما برای خدا میکنین یا برای گناهگار شدن اختان میکنین؟ کجا رفته ایستاده اید؟ و شما یک اهل علم گوش نکنین، قرآن گوش نکنین، حدیث پیغمبر گوش نکنین، این چگونه مسلمانی است؟ از عمارت، از او سنگهایی که صورت دارد، شعر دارد، حدیث دارد، آیت دارد، سین و سالی و نویسندگی است، از این اسلام ناخواه از خدا و پیغمبرش ناراحتند، نادرستند در اسلام. اینا اسرافند، اینا در شما گناهگار میشوید. فقط خدا رحمت کند که از صحابه پیغمبر عثمان ابن معزون از دنیا گذشتن، پیغمبر خدا یک سنگ عادی را نه صورت داشت، نه رنگ داشت، نه تراشیدگی بود، نه سین و سال بود، نه رسمش بود، آورد بالای قبر گذاشت که اشاره برای اولادش. یک اشاره عادی بالای همون قبرها تگذارین، بس از کفایت میکنه. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی مرزا. در محله ما زنهایی هستند که دهان گفته حقارت میکنند، با آنها چطور مناسبت کنیم؟ جوابش حتما دهید. اینا را برادر عزیز، این بیماری دوا دارد فقط به واسطه گفتگوزار. در اصل خیلی بی‌حیایی و بی‌شرمی است وقتی که از زبان زنها دشنام‌های ویم قبیح صادر می شود که اطراف دا همه مردم می شنوند. اگرچند حبیب خدا سباب المسلم فسوق می گوید، دشنام دادن یک مسلمان آدم فاسق می گرداند. لیکن این فقط شما می توانیم با واسطه فهمانده دهی. در یک خانه جمع شون کنین، همین زنهایی که هستند، زنهایی که مثال گوییم از کار خدا و از کار شریعت دورن، اگر دلسوز باشی چند نفری او را جمع کن، یک داملا را دعوت که رفته امر معروف شون کنند. بهترین راهش همین است، باور کنید. دیگر اونا را به سیاست و به گپ گنده، اونا را ما و شما هیچ وقت از این دشنام، از این راه بد باز داشته نمیتوانیم. جمع شون کنین در خانه 10 کس و 15 کس دعوت کنین، یک آدم اهل علم رفته موعظه شون کند، سوال و جواب کند، ان شاء الله بهبودی پیدا می شود. یگانه راه حاضر همین است.
السلام علیکم داملای محترم، خواهش میکنم با این سوال من الحال جواب گویید. از راه دور آمدم و سلام مردم نارک را به شما میرسانم. مخلصان شما در نارک زیاد است و این سوال ها را به شما روان کردند. یکم، معنای تشهد. معنای تشهد در نوشتجات هی حوض دارد، هی حوض میگه ما و شما، هی سبک تشهد، لیکن همون هی تشدید دارد. تشهد ترتیب درستی تلفظش تشهد می شود. این به معنای گواهی دادن است. گواهی، تشهد معنای گواهی را دارد. گواهی میدهی، شاهدی میدهی. به معنای که ما و شما تحیات میخونیم، التحیات لله والصلوات والطیبات، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله صالحین، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این شهادتین در آخر تحیات وجود دارد. انا همین به همین معنا است که باید تشهد نام گذاشتیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. انا همین از معنای تشهد. خب ترتیب درست هم خواندیم. انا همین زل اگر شما خوانین این است آن التحیاتی که ما و شما میخونیم. خب طرز درستی سلام در نماز. طرز درستی سلامی در نماز، السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. این طرز درستی سلام در نماز است. وقتی که صحابه پیغمبر میگوید پیغمبر خدا سلام میدادن در نماز، رخسارش آدم پس بودگیش میدید. فهمیدین؟ وقتی که سلام میداد حبیب خدا آنچنان گردنشان میگرداندن طرف دستشان که رخسارشان آدم در پس بودگی میدید. اینا بعضی آدمای حساس الحال که همچنان سلام میدهند که دیگر حتی رخساره هاشون گویم که پهلوش نمیبینند. برای همین شما آنچنان گردنها را میگردانید در حالت سلام که رخساره هاتون آدم در پس بودگی باید ببینند. و بعضی آدم ها بسیار ایتا با یک مشکلات گردن میگردانند، یک پایان میبرن و بالا میبرن و دیگر همه آزاد. السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، تمام بس است، آزاد. این طرز درستی سلام دادنی در نماز. سوم، ربنا لک الحمد درست است یا ربنا ولک الحمد درست است؟ در صحیح بخاری و در صحیح مسلم سه زیل آمده است. ربنا لک الحمد ما و شما میگوییم، ربنا ولک الحمد، اللهم ربنا ولک الحمد. سه خیل آمده است. برای همین ربنا لک الحمد چه همین مذهب ما و شما قبول کرده است. لیکن کسی هم اگر ربنا ولک الحمد گفت این معنی را ندارد ما با او جنگ و جنجال کنیم، زیرا این هم در صحیح بخاری و در صحیح مسلم وجود دارد. یا اللهم ربنا ولک الحمد، این خیلی هم آمده است. اللهم ربنا لک الحمد، اللهم ربنا لک الحمد، این خیلی آمده است. خب معناش ربنا لک الحمد، پروردگار ما از برای تو ارزنده است حمد گفتنی ما، یعنی حمد و ستایش فقط ارزنده توست. این معنا را میده. چهارم، سمع الله لمن حمیده چی معنی دارد؟ سمع الله لمن حمیده، ما شما میگوییم یعنی شنید پروردگار مر شخصی را که او را حمد میگوید. ببین وقتی ما میگویم سمع الله لمن حمیده، یعنی خداوند این ثنا، این صدای ما را، این حمد که ما به سوی او میگوییم، الله این شنید میگوید. شنید پروردگار وقتی ما حمد میگوییم. خب در سجده رفتن اول پایها گذاشته میشه یا دستها؟ پنجم سوال، حضرت وائل ابن حجر که روایت ترمذی است، این حدیث حسن میگوید در ترمذی، و میگوید رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم
اذا سجد وضع ركبتي قبل يدي و اذا نحض رفع يدي قبل ركبتي. حبیب خدا را میگوید دیدم وائل ابن حجر وقتی که میگه با سجده میرفتن وضع رکبتای قبل یدی، پاهاش میگذاشت بعد دستاش میگذاشت. و اذا نحض، وقتی که پیغمبر خدا که به سوی باز قیام که خیستنی میشد چیکار میکرد؟ وضع رکبتای قبل یدی، اول پایهاش میبرداشت بعد دستاش میبرداشت. این روایت مسلمه، این روایت ترمذی است که این در مذهب ما و شما هست که اول پایه ها را میگذاریم بعد دست هامون است. خیستند هم اول گوییم که پاهامون میبرداشته میشد بعد دستامون برداشته میشد. حدیث ابو هریره هم وجود دارد، هر وقتایی که شما سجده کردین فلا یبرک کما یبرک البعیر، شما مثل شتر به سجده نروید. اینا گویم غیر مذهب امام ابو حنیفه قبول کردن که اول دست هاشون میرود بعد پای هاشون میرود، اول دست ها بعد پای ها. این هم در گویم حدیث های پیغمبر خدا وجود دارد و این خاطر در مذهب ما و شما اول گذاشتن پای است بعد دست است. اینا میتونین اگر برادرایی که اگر چشم خط داشته باشند کتابی است به نام آثار و سنه از محمد ابن علی نیموی و در اونجا باز نسبت این گذاشتن دست ها و پای ها با خیلی شرح کلان داده است. السلام علیکم داملای عزیز، برادرمان با خط فارسی نویسنده است. در یک دیسک شما گوش کردم شما گفتید که پیش پدر کسی میخیزد و یک گناهگار است، این چه اساس دارد؟ من این گپ نگفتم. کسی پیش پدر میخیزد و یک گناهگار است، در هیچ دیسک در هیچ یگان کسیت وجود ندارد که من گفته باشم که پیش پدر کسی میخیزد گناهگار است. برای همین کسی میگوید این گپ تهمت است. برعکس شما میتوانید که من مخصوص کسیت ها در باب احترام پدر و مادر دارم، همه سر به سر آیت قرآن احادیث های رسول اکرم هستند و حتی اگر جای گویم تعریف شم نباشد بهترین باور کنین همه آن چیزی که در اطراف احترام پدر و مادر است در همون کسیت ها همگیش بیان شدگی هست. برای آدمی که اگر خواهد که به قدر پدر و مادر رسد ان شاء الله همونها را گوش کند برای خیلی فایده آور است. برای من این سخن هیچ وقت نگفتم، لیکن برای شما یک سخن میگویم که به نزدیکی یک دیسک در ماشین گذاشتن، من خودم در همونجا سوار بودم. بعدن همون جوان یکم بار بود ما با او روبرو شدیم، گفتن که حاجی گفتن ما همه دیسکای تو را گوش میکنیم. از آن جمله گفتن این همین دیسک که الحال اینا در ماشین من است، این همین جا هم اینا سخنرانی شما است. حالان که در وای من سخن نداشتم، بالاش در حاجی میرزا نویسندگی بود، لیکن دیسک دیگر آدم صحبت داشت. من گفتم این چیزی ما نیست، این صدای ما نیست. گفتم و چه خیلی صدای شما نیست؟ من صدای من نیست. برآوردش در پشتش نویسندگی است حاجی میرزا، گرفت از همون ماشین دور پرتافتش. من گفتم گناهگار میشه نه پرتاوای هم سخن خدا از گوش کن، لیکن همین الحال همین صدایی که برآمده و امر معروف دارد این از ما نیست. برای همین شاید که بعضی آدمای هستن که دیسکاشون سودا نمیشود، همون بالاش دم می نویسن که مثال از این خرن گفته، همون جا می نویسد در داخل و چیزی که باشد مثال در پشتش نام ما هست، میگن که مثال حاجی میرزا گفته است. برای همین من این را به چشم خودم به خدا دیدم، ولی یک هفته نشده است. برای همین من این سخن هیچ وقت نگفتم. این نمیگویم که شما پیش پدرتون خیزین، پیش پدرتون خیزین، پیش مادرتون هم خیزین، پیش برادرتون هم خیزین، احترام کنید.